مستند داماد بیورزه که سعی دارد متفاوت ترین فیلم عروسی جهان را تهیه کند. در اولین حرکت او عروس را وادار می‌کند روی نرده حرکت کند. اولین، دومین و سومین قدم میافته. ضربه بسیار مهلک داماد جمعش میکنه، عروس گریه کنان. برم کن بیشون، گفتم تو برو بالای نرده، گفتی واسه من خطرش بیشتره. لگل به نرده میزنه. حالا در ادامه داماد بیورزه سعی در جبران مافات دارد. این بار عروس را کول می‌کند تا او را ببرد به خانه. به وقت اینجا کولانداز میکنه، 4 امتیاز میگیره و عروس رو خاک میکنه. دم هجله گربه رو میکشه، عروس گریه میکنه. برم کن بیشون، تو میخوای منو بری خونه حرکت بعدی داماد در لب ساحل است که می‌خواهد بسیار رمانتیک عمل کند، اما امواج بیرحم دریا هر دوی آنها را می‌شورد و می‌برد. پس از صدمات پیاپی که به عروس وارد می‌کند، حرکت آخر خود را اجرا می‌کند و با یک قیچی برگردون کار را تمام می‌کند و خود و عروس را درون آب جوب می‌اندازد.